و مقامات تفتیشاتی در کلاب سلیمان آدینیف ساکن 19 ساله این شهر را در حمله به محمد علی سعداللهیف رزمیکار و دو تن از همراهانش عیبدار دانستند. ضد آدینیف بر اساس دو بند کودکس جنایتی رساندن ضرر وزنین به سلامتی که باعث هلاکت انسان می شود و اوباشی پرونده باز شده است. در صورت اثبات شدن عیبنامه به آدینیف از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. در زنازنی گروهی شب 11 انور در شهر کلاب که از کارت استفاده شده است، یک رزمیکار کشته و دو تن زخمی شدند. خبرنگاران رادیو آزادی جزئیات بیشتر این حادثه را پیدا کردند که آن را همکارم طاهر سفر خلاصه میکند. در خبرهای ورزشی از این رزمیکار محمد علی سعداللهیف نام بردند و سال تولدش را 2010 ذکر کردند، ولی همکاران ما با سندهای رسمی شناس شدند که آنجا نسب این جوان ایسوفوف و سال تولدش 2007 است. هنوز دقیق نیست این تفاوت در سن و سال و نسب از کجا منشأ میگیرد. همصحبتان خبرنگاران رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی و ساکنان محله شمس‌الدین شاهینی کلاب که این جوان را میشناسند نقل کردند که بحث برای یک تلفن موبیلی سر شده است و گفته آنها گویا محمد علی سعداللهیف یا همون ایسوفوف تلفن سلیمان آدینیف را با بهانه صحبت با کسی گرفته برنگردانده است. تفتیشات فرضیه نهایی در مورد زنازنی را خلاصه نکرده است، ولی با گفته فریضه یک تن از نزدیکان آدینیف گویا رزمیکار با دوستانش او را اذیت دادند و آدینیف مجبور شده است که خود را با کارت حفظ کند. نزدیکان محمد علی گفتند که به این باور ندارند چون او یک جوان بی‌آزار بود. منابع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی گفتند زنازنی در مرکز بازی‌های کامپیوتری آغاز نشده است، بلکه یکی از جوانان پس از آغاز زنازنی به این مرکز پناه برده است و مناقشه در مرکز ادامه کرده است. در نوار دوربین‌های نظارتی دسترس رادیو آزادی شد دیده می شود که یک جوان تلاش دارد وارد مرکز بازی‌های کامپیوتری شود، ولی کسی دیگری او را با مشت و لگد میزند. در نوار دیگر دیده می شود که 6 نفر وارد مرکز شدند و اینجا یکی ظاهرا با کارت به 3 نفر حمله می کند. یکی از صاحبان مرکز که نخواست نامش را ببریم در صحبت با رادیو آزادی گفت که به درشان مهر زدند و کارشان را قطع کردند، ولی این جوانان مشتری آنها هم نبودند و تصادفاً یکی از آنها هنگام فرار و بینای مرکزی آنها پناه برده است. پیش از آغاز برنامه همچنین از همکارم طاهر سفر پرسیدم که از وضع آنهایی که زخمی شدند چه خبر است. بر اساس اطلاعات دریافتی سلیمان آدینیف به 3 نفر کارت زده است. در نوارهای دوربین‌های نظارتی دیده می شود که پس از حمله محمد علی قلبش را با دست می دارد و از بینای مرکز بیرون می شود. با گفته شاهدان و تقریبا 200 متر پایین‌تر رفته بعداً افتاده است. او را به بیمارستان بردند و پس از ساعت جان داده است. دو همراه او، یکی از شکم و دیگری از گردن زخم برداشتند و در شفاخانه بستری هستند. پزشکان وضع سلامتی آنها را میانه نامیده گفتند که جانشان در خطر نیست. محمد علی سعداللهیف یا ایسوفوف ورزشکار نوعی محاربه‌های آمیخته بوده. در 3 سال اخیر در چند مسابقه در داخل و خارج تاجیکستان جای اول را گرفته است. فدراسیون رزمیکاران تاجیک در یک بیانیه رسمی مرگ او را پیامدی کارکشی وحشیانه گفته او را قهرمان تربیتگری بسیاری از ورزشکاران جوان نامیده است. سپاس از همکارم طاهر سفر که در باره مناقشه گروهی در شهر کلاب که در آن یک رزمیکار کشته و 2 تن از همراهانش زخمی شدند تفصیلات داد.